درود همجورانی عزیز. اینا پاتسینتی ما رجب طالب نزد ما مراجعت کردند. همی دستش به حد سوزش میکرد. توموگرافی میکنه میوره گردش دا هم استیافیتای هم گریجا هستای. همی گردن که استیافیت گریجا میشه به حد پرابلمش کلونای به حد توبه چم قینده ده هر جونه میشه توبت کرده. ایرا برای توبت کردن حتما باید حسیاتوی چلیکو زنده باشه، بعد دکتر توبت کرده میتونه. اگر نه نباشه کسل مایب میکنن روز با مجبور میشه برای جراحی کنه. خیلی نزد ما اومد سری وقت چند جو میره و خیلی توبت میکنه شفاش نمیوه. خداوند نزد ما ده ثواب کرده است. میخزه نزد ما میاد توبت گرفتیمش. اول دمی یک ابسترینی سختش داد. چه گفتی امو روسو کی از درولینی bez ابسترین نبیواید. قریب گفت کی میگریزم میرم گفتم صبر که سوز میشوه. طاقت که این همه خیلی. امی 4 روز طاقت کرد 4 روز پس علاقه دردش سبک شدن گرفت. خیلی با خودشون چیزی بگن. سلام علیکم. من خیلی نوع فرخور گردن در گریج شد. دستم پوکزه شخ شد. با می پام خاطی یک ماه بگم که هم بالینسوی خودم در توبت کردم. پیش خیلی با جای تا دکتر برایم گریج بود پیش در توبت کردم نشد. با هم جای بچه همسایه گفت که من گفتم شامه دا گفت تا دکتر شایف میگن گفت دیاگنوستیک دا گفت میره گفت پیش هم گفت هم توبت میکنم. بعد خستیم خیلی اومدیم پیش اومدیم خیلی توموگراف رایشون دادیم خیلی دیدن گفتن که اکا ما توبتت میکنیم میبریم بالینسای آدم میخوانیم گفتیم خیلی مالی. بعد اومدیم همینجا دا خیلی شکرانه خدای نازی سوزم دستم بولم میشه خواب میکنم خواب کنم نمیتونستم 2 ماه بود خواب کنم نمیتونستم. اینا شکرانه خواب میکنم نصیب اگر باشه بو اینا سوز شدیم خدا تناسیت کنه پگاه سری با خونه میریم ان شاء الله با هم خدا پیرو ما هزار رحمت میگیم که من خیلی دخترها که دمی تاجیکستان هستن مثال ما وری جوانورا را با دستگیری میکنن هزار مرتبه شکرانه میکنیم هزار رحمت برای خدمتتون. ما خیلی چند جا رفتیم با جراحی گفتن ما با کلا نگرفتیم خیلی اومدیم که همین سبب بیماری ما دلیس همین برادر بودای که ما سیاد شدیم با پیش زن گلگمون استیپاشه با میریم هزار رحمت برای خدمتی که گیتیم. همین طبیبی که چلیکوش حسیاتوش بلنده و حس میکنه توبت کرده میتونه. اگر بینه که طبیبی هم خیلی نمیوین جراحی خوب بیوین نزد جراحی برین. ایران با جراحی خوب باشوازی تویستوی مونه جراحی هم بسیار خوش گذشته استن. لیکن جراحی بهترین باشه. گردن قطعی شوخی نکنین گردن هر کس دا باور نکنین خطونه برای یک دو تنگایی که مثال یه جو ارزان میکنین خطونه نرین نپرتوین خطونه یه بارا مایب نکنین شما میرین در هر جا خطونه مایب میکنین بعد با ما عذاب میکشین شما را برای وستنوید کردن. همیرم که گردن به حد قینده بینیم که نشوه ما را جراحی روی میکنین برای اینکه خطونه احتیاط کنین یک استوموره L5S1 یک گریجا و استیافیتوی گردنه به حد احتیاط باشین سلامت باشین برای توجهتون.